برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی است. تقدیم شما استودیوی مرکزی. سلام بینندگان عزیز، امروز 26 مارس این گزارش را داریم. ولادیمیر پوتین گفت حمله به کروکوس سیتی کاری دستی تندروان اسلامی است. عین زمان او انگشت اتیوم را به سمت اوکراین کرد. مادر یکی از گمانبران حمله به کروکوس میگوید به اتیوم اعلان شده بر ضد پسرش باور ندارد. یا چمچه آزار دادن میترسید. ای خیلی باور نداشتم. و ناوگانی در شرایط بی‌برقی در تاجیکستان راه نوی 3 ساله گاز و گرمی را میجویند. دو گاو باشد، همین دو گاو پاروش برای پر کردن همون تجهیزات و استحصال بیوگاز کفایه است. در پیوند به حمله خونین در طول کنسرتی کروکوس در کنار مسکو یک نفر دیگر را دستگیر کردند. دادگاه نهایی بسمانی شهر مسکو امروز شهروند قرقیزستان قاسیموف علیشیر را تا آخر ماه می امسال به حبس گرفت. به گفته مفتشان او به یکی از متهمان حمله به کروکوس خانه‌اش را اجاره داده است. دیروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تیراندازی خونین روز 22 مارس را کار دستی افراطگرایان اسلامی نامید. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم طاهری سفر. Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه گفت حمله تروریستی خونین در کنار مسکو کار دست افراطگرایان اسلامی بود و افزود حمله که روسیه در 20 سال گذشته شاهد نشده است بخشی از معرکه وسیع تهدید از طرف اوکراین است. اوکراین هر گونه دست داشتن در تیراندازی را رد می کند. رئیس جمهوری روسیه با استفاده از شیوه صحبتی که از زمان تجاوز به اوکراین استفاده می برد گفت که روسیه باید معلوم کند که این حمله را فرمایش داده و چه کسی از آن سود برده است. این جنایت یک حلقه در زنجیره تلاش‌های آنهایی است که از سال 2014 با ما و با دست رژیم فاشیستی کیوف می‌جنگند. روز 22 مارس 4 فرد مسلح به تالار کنسرتی کروکوس وارد شده مردم را تیرباران کردند و تقریبا 130 نفر را کشتند. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. بیشتر از 180 کسی دیگر جراحت برداشتند. روز 25 مارس دادگاه نهایی مسکو امر داد 3 نفر دیگر اسرائیل اسلاموف و 2 پسرش دیلاور و امینجان را برای کمک در عمل تروریستی بازداشت کنند. آنها تا آخر می در بازداشتگاه میمانند. دیلاور آخرین صاحب ماشین بوده است که متهمان به حمله استفاده برده و از جای حادثه گریختند. هر دو برادر شهروندان روسیه و پدرشان شهروندی تاجیکستان است. مقامات روسیه گفتند در عموم 11 نفر را در رابطه با تیراندازی دستگیر کردند. 4 نفر که گویا تیراندازی کردند روز یکشنبه رسما به عمل تروریستی ایبدار شدند. سر و روی هر 4 ورم و سیاه بود که آثار شکنجه و لط و کوب است. فرانسه هم مثل امریکا گفت که مسئول حمله گروه دولت اسلامی است. رئیس جمهور امانوئل ماکرون روسیه را تنقید کرد که می‌خواهد این عمل را به ضد اوکراین استفاده برد. بعد حمله صدها نفر در نزد تالار کروکوس برای گلگزاری رفتند. در سنت پترزبورگ اعلام کردند که گروه پیکنیک روز چهارشنبه به خاطره قربانیان حمله کنسرت خیریه برگزار می‌کند. گروهی که قرار بود روز تیراندازی در کروکوس کنسرت بدهد. با گذشت 4 روز خانواده محمد صابر فیضов یکی از گمانبران در حمله خونین در کنار شهر مسکو درباره فرزندشان با خبرنگاران رادیو آزادی صحبت کرد. مادر این جوان پسرش را یک انسان رحمدل و مهنتی گفته باورش نمی‌آید در چنین حادثه دست داشته باشد. علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله امروز به منزل زیستی این عائله به ناحیه رودکی رفتند. این زن از دست داشتن پسرش در حمله مرگبار در روسیه حیرت زده شده است. پسر او محمد صابر فیضов یکی از گمانبران حمله به مرکز موسیقی کروکوس سیتی هال در نزدیکی مسکو است. بچه خیلی بچه نبود، نمیتون دودر. یا چمچه آزار دادن میترسید. ای خیلی باور نداشتم. حمله به کروکوس سیتی هال شب 22 مارس روی داده باعث مرگ بیش از 130 نفر و مجروح شدن حدود 200 تن گردید. مادر محمد صابر میگوید یک روز قبل از این حادثه پسرش با او هم صحبت شد. بگو سرقتیم گوزه سلامتیش گفت همش نغزه گفت نمیدون کرولی همش نغز میشه نمیخ برایم کور فعالیتش. به نقل خانواده جوان او در مهاجرت مهنتی در روسیه در سرتراشخانه کار میکرده است.
او در شبکه اجتماعی کنتاکتی روسی صحیفه دارد و از روی عکس و نوارهایی که در آن جای داده است ظاهراً یک جوان شاد و کارگر خوب به نظر می رسد. در عکس و نوارهای نشر کرده او در این صحیفه صحنه‌های از کارش به مشتریهای روس، محل کار، ماشین سواری و ترانه‌های روسی دیده می شوند. تلگرام کانال 112 که به خدمات مخصوصی روسیه نزدیک است گفته است فیضوف نظر به دیگر گمانبران زبانی روسی را خوب می‌دانست. مادرش میگوید او از مزد معاشش چندان راضی نبوده از کار برآمده است. با تاکید مادرش محمد صابر جوانی مذهبی نبوده هنگامی در دهه بودن بیشتر در توی و معرکه‌های رفیقانش شرکت می‌کرد. در رابطه با این قضیه یکی از فرزندان این مادر چند روز باز در بازپرسی است و از شوهرش که در روسیه بوده است درکی ندارند. همچون مادر خواهش میکنم در قطاری تمام مادران این دنیایی که فرزندشون به می دو می فریب افتاده جوانیشون به نظر بگیرن نمیوره و بیارن به وطن ای سری نفهمونده دیگه کنه که دیگه جوان آدم مراجعت میکنم که خطا که بچه مرا تکرار نکنه مثال به این نفهمیده همی کار کرد اینه بینه که ما تمامی خشته و حق همسایه همه روی همی کاری عذاب کشیده استمزیق شدگی. همسایه ها از رفتار جوان ستایش کردند. زیق شدیم همه چی خیلی فرزند بخیرتا همه همسایه هم خیلی همسایه با اتفاق بودیم نون خبر باوری کنومت کم خیلی کشید. اگه باوری نم آمده نه که تلفن ها برو مده تلفن ها چیزا ده خیلی که او هم شیطان گفت شیطان بچه خوب بنام بزنم همه فرزنداش خونه دانا همه اولاد آدم خوب بودن. محمد صابری 19 ساله گمانبر به حمله تروریستی در روسیه در امین محله بزرگ شده است و تقریبا 1.5 سال پیش بعد از ختم مکتب میانه برای مهاجرت مهنتی برای دریافت کار به روسیه رفته است. محمد صابر 4 برادر داشته در خانواده فرزندی خردی بوده است. مقامات روسیه غیر از این جوان حداقل 7 زاده تاجیکستان را برای دست داشتن در این حمله گمانبر دانستند. تاکنون درباره بازداشت 11 کس گزارش رسیده است. صحبت مادر محمد صابر فیضوف را با همکاران ما تماشا کردید. اما به فرق از این مادر گمانبر دیگر حمله سید اکرم رجبالی زاده درباره بازداشت و شکنجه پسرش اصلا خبر ندارد. مقامات قدرتی روسیه هنگام بازداشت یک گوش رجبالی زاده را بریدند و در دادگاه طرف راستی سرش دوکاپیچ بود و در رویش آثار ضربالت داشت. مرجب و براد یوسفی با پیوندان او در شهر وحدت هم صحبت شدند. سید اکرم رجبالی زاده سال 1994 در این دهه پشت سر من دهه چمنزار شهر وحدت تولد شده همینجا به وای رسیده است. این دهه قبلا گرگ خورده نام داشت و در 20 کیلومتری شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان جایگیر شده است. به گفته همسرش سید اکرم تا صنف 9 در مکتب تحصیل کرد و بعد از آن از سبب نبودن شرایط نتوانست در دانشگاه تحصیل کند و هم در هیچ جا تعلیم دینی نگرفته است. او اساساً در کارخانه مبل برای شهر وحدت به حیث بارکشان کار میکرد. سال 2017 سید اکرم عائله‌دار شده و سال 2018 به روسیه می رود و بعداً او را برای 5 سال از روسیه دیپورت میکنند. سید اکرم 5 سال دیگر در این دهه زندگی کرده در کارخانه مبل برای شهر وحدت کار میکند و به گفته همسرش آنها صاحب 3 فرزند بودند. یکی از آنها سال گذشته درگذشت. همسر سید اکرم میگوید آنها زندگی فقیرانه دارند و اساساً از حساب درآمدی که سید اکرم از حساب بارکشانی به دست می آورد زندگیشان را پیش می بردند. همسرش میگوید سید اکرم نیت داشت که یک ماشین اوپل خریده و به کارش ادامه دهد. همسر سید اکرم که نخواست در نزد دوربین صحبت کند در صحبت بدون ثبت گفت که شوهرش اول سال 2024 ناگهان تصمیم گرفت که به روسیه برود. او سنه 4 ینور از شهر دوشنبه به روسیه پرواز میکند و دوام این 3 ماه با خانواده‌اش نه تماس میگیرد و نه برایشان پول میفرستد. او تنها یک مرتبه به برادرش زنگ زده میگوید که جای کارش علاقه ندارد، در جای کارش علاقه تلفنی نیست و برای همین او نمیتواند که به آنها زنگ بزند.
نزدیکان سید اکرم عکس‌های او را در اداره مقامات قدرتی دیدند. البته عکس‌های بعد از بازداشت او را و شوک زده شدند. مادر سید اکرم هنوز از این چیز خبر ندارد، چون به گفته نزدیکانش اگر خبری بازداشت و شکنجه پسرش را فهمد ممکن سلامتیش یک بار بد شود. پیوندانش گفتند که بعد بازداشت سید اکرم رجبالی زاده از سوی مقامات قدرتی روسیه آنها را چند مرتبه به نهادهای قدرتی تاجیکستان برده بازپرسی کردند و از آنها درباره این جوان پرسیدند. پیوندان سید اکرم باور دارند که او قربانی تهمت شده است، چون قبلا در تاجیکستان هیچ جنایتی انجام نداده بود. سید اکرم رجبالی زاده روز 23 مارس امسال به دنبال حمله به تالار کنسرتی کراکوس سیتی هال روسیه بازداشت شد. این چیز هم نزدیکانش و هم کاربران شبکه‌های اجتماعی را وحشت زده کرد که مقامات روسیه در وقت بازداشت او یک گوشش را بریدند. دادگاه او و 3 نفر از شهروندان دیگری تاجیکستان را برای 2 ماه به حبس پیشکی گرفت. برنامه را ادامه می‌دهیم. یک تشکیلات مستقلی کشاورزی تاجیکستان با دستگیری مالیوی آژانسی آمریکا اوید به رشد بین‌المللی عزم دارد به خانواده‌ها با فناوری جدید گاز و روشنایی آورد و هم مشکل چندین نسله زنان و دهقانان را حل کند. فرزان محمدی درباره این افغانی که در شرایط فعلی سرطلب خواهد بود گزارش می‌دهد. مراسم امضای سازشنامه بین شرکت نکسیگال و سیستم بیا در خوجند. بر اساس آن باید در بین کشاورزان ولایت سوخت تکنولوژی را به راه اندازند که گاز طبیعی بی‌ضرر و ضروری برای مردم استحصال می‌کند. تکنولوژی نو به خانواده‌ها و چارواپروران امکان می‌دهد از سوختن هیزم و دیگر مواد سوخت سردود دست کشند و گاز را به جای آنها استفاده برند که محیط را آلوده نمی‌کند. زنها نیز از کار سختی آماده کردن و خشکانیدن تپی خلاص می‌شوند. موادی که گاز از آن به دست می‌آید نه پرتاب بلکه نوری مینرالی برای پرورش زراعت خواهد بود. تکنولوژی نو را بخصوص برای مردم دهات ضرور می‌دانند که حالا از بی‌برقی در خانه‌های سرد رنج می‌کشند و راهی برون رفت از این مشکل را می‌جویند. از همه چیز مدل خردترینش طلب میکند که در یک خانواده 2 گاو باشد. همین 2 گاو پاروش برای پر کردن همون تجهیزات و استحصال بیوگاز کفایه است. با تکنولوژی نو یا بیودایجستر پاروی چاره‌های پرنده را کار کرد و از آن گاز طبیعی استحصال میکنند. بیودایجستر باقی مانده های حاصل زراعت‌های کشاورزی و پایه و برگ رستنی‌ها را هم کارکرد میکند. با گاز چارواداران میتوانند مالخانه و کشاورزان گرمخانه ها را گرم کنند و برای هر احتیاجات دیگرشان استفاده برند. یعنی تکنولوژی استحصال بیوگاز امکانیت میدهد که یعنی صرفه سوزشواری، صرفه نوری، هم نوری ارگانیکی و استفاده باقی مانده آن یعنی استفاده آن در بلند برداشتن حاصلخیزی خاک، بلند برداشتن حاصلناکی زمین، حاصلناکی زراعت‌ها و بازده زمین خیلی هم صعب نظر است می‌گذارد. هدف نهایی طرح و راه‌اندازی تکنولوژی نو مساعدت به رشد کشاورزی، یک ساحه مهم اقتصاد تاجیکستان است که صدها هزار نفر در آن کار می‌کنند. There's a lot of potential of agriculture in Tajikistan. ساحه کشاورزی در تاجیکستان امکانات‌های خوب دارد، امکانات‌های فراوان دارد و از نمونه‌هایی که در اینجا شما می‌بینید با مانند نکسیکو و با مانند وزارت کشاورزی دیگر اینها فقط این اقتدارها را باید کمی بیشتر بلندتر برد. همچون یک برنامه یوساید، همچون یک لایحه یوساید، مقصد ما این است که همین امکانات‌ها را تقویت دهیم تا اینکه به اون هدف‌های در ساحه کشاورزی که دارند زودتر و تیزتر رسند. اجرای برنامه همچنین برای جوانان دهات جایهای کاری نو می‌آفرد که تاجیکستان حال و نظر به هر وقت دیگر به آن احتیاج دارد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
دوستان عزیز، برنامه امروز اخبار آزادی را به پایان میبرم. تشکر از یکایک شما که این 15 دقیقه با ما بودید. خبرهای بیشتر رو چون همیشه میتونید در وبسایتمان azadi.org دسترس نمایید. تا دیدار نوبتی خود را از آن احتیاط کنید و خدا نگهدار.